سلام بچه‌های پالوکی. امروز اومدیم از غرب تهران دیدن کنیم و با حال هوای منطقه صادقیه آشنا بشیم. لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. از تاریخچه مترو صادقیه براتون بگم. این ایستگاه در خط 5 مترو تهران می باشد. این ایستگاه در سال 1391 شلوغ‌ترین ایستگاه مترو تهران شد. ایستگاه مترو صادقیه در 16 اسفند 1377 همزمان با افتتاح ایستگاه‌های ورداورد و کرج به بهره برداری رسید. دوستای عزیزم، مرسی که با من همراه هستید. با لایک و سابسکرایب و نظرهای قشنگتون کانال رو حمایت کنید. دوستان، از کوچه پس کوچه های حوالی مترو صادقیه حرکت میکنم به سمت میدون صادقیه. توجیه نیستم و دارم توجیه تو این هیاهوی صدای ماشین و زندگی شهری رسیدم به این کانال آب و از صدای شرب آب لذت بردم. بعد از چند دقیقه پیاده روی رسیدیم به میدون صادقیه. بخشی از این محله در منطقه 2 شهرداری تهران و بخش دیگر این هم در منطقه 5 شهرداری تهران جای گرفته. بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی جناح مرز بین این دو منطقه هستش و از فلکه دوم آریا شهر آغاز میشه و به سمت شمال ادامه میده. بعد از گشتن توی پاساژهای میدون صادقیه که توی کلیپ‌های بعدی براتون میگم، به فست فود نیلوفر آبی رفتم و یکم انرژی گرفتم. توی فست فود نیلوفر آبی کلی آهنگای نوستالژی براتون میذارن و کلی خاطره بازی. به دلیل قانون کپی رایت این قسمت از صدای ویدیو رو قطع می‌کنم. توی میدون صادقیه دستفروش‌های زیادی بودن که با تاریک شدن هوا تعدادشون بیشتر هم میشه و اجناس خیلی خوبی هم برای عرضه دارن.
سفاریهای خوشمزه و تازه با قیمت‌های اقتصادی دارن. این درازه چیه؟ این درازه خیلی خوب، 2 تا پیاز هم بده. مرسی. چقدر شد؟ خب دیگه هوا داره تاریک میشه، ما هم به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.